من میخوام یه تی اینترسکشن بسازم. اگر خاطرتون باشه ما یه پروژه‌ای داشتیم که باند دوم بود از این تقاطع غیر همسط که میره به بمپور میومد میرفت به سمت بزمان و بم. اینو تو قالب یه پروژه دیگه کار کردیم. این قسمت باند دوم پروژه جدیده. اتفاقی که میفته اینه که در حال حاضر جریان ترافیک فقط این بانده و اینا اینوری میرن، اینا هم اینوری میان. تقاطعی که کار کردن میگن اینا برن اینجا، اینا از اینجا بیان اینجا، اینا هم از اینجا برن داخل. اما وقتی این باند دوم اینجا ساخته بشه دیگه این اتفاق نمیفته. اینا از این ور دوست دارن برن اینجا، اینا هم از این ور دوست دارن بیان تو این باند دوم و این وسط عملا حذف میشه. دیگه راهی نداره که جریان ترافیکی اینجا بیاد به داخل این کمربندی. تقاطع غیر همسط نمیتونه داشته باشه. جلوتر هم چون کار میشه دور برگردون فعلا نمیشه زد. چیزی که به ذهن من میرسه همون تی اینترسکشنه. با من همراه باشین بریم جلو ببینیم نتیجه چی میشه.